دیاکو دلارا دلوین تمومه. آفرین. دیاکو چیزی؟ دلارا دروین. آفرین عالی. اسم بچه‌هامون عالیه، واقعا عالیه. من آی فایو آی فایو آی فایو آی فایو آی فایو آی فایو. حالا یه چیز دیگه، یه سوال دیگه هم میپرسم ازت. بپرس. زیر یه ثانیه باید جواب بدی، یعنی سر یه ثانیه باید جواب بدی، سری. یه ثانیه یه ثانیه بپرس. سری. دوست پسر یا شوهر؟ هیچ کدوم. دوست دختر. دوست یعنی خیلی اوضاع خیته. یعنی آره. اسمت چیه؟ اسمم دیاکو عزیزم. دیاکو. دیاکو. اوه خیلی خارجکیه. خارجکی چیه بابا؟ ایرانی دیاکو. خارجکی کجا بود؟ دیاکو. دیاکو اسم کردیه، شاه ماد بود. میخواستم بگم اسمای نه این دیاکو رو که اصلا نمیدونستم. خب ولی کلا اسمایی که ایرانی هن و یکم ناآشنا هن به گوش معمولا مال مردم کردمون. بله چون پادشاهان اینا برای کرد بودن بیشتر، کرد و لور و اونور بودن. من دوست داشتم کرد بودونم و اسمش لعیا بود. لعیا. بله لعیا. بله اسم خودت هم من نگفتی هنوز. اسم کردیه دروین. داداش داروین. دختر شده اسم دختر میذارم دلوین. اگه اسم دخترتو میذارین دروین، پسر بشه چی؟ بعدم بذارم پناه. نمیدونم بین پناه و دلوین موندم. پسر بشه چی؟ بسیاری داره اسم باباش چی باشه، ببینم به اون میخوره یا نه. پسر باشه نمیدونم، به پسر فکر نکردم. به پسر فکر نکردیم، فقط دختر دوست داری؟ نمیدونم. نمیدونی؟ آخه دختر یا پسر؟ سخت‌تره واقعا. اسم پسر همیشه سخت‌تره. اسم پسر سخته. الان شما شوهر دارید؟ من ندارم. نه. دوست پسر که داری؟ دوست پسرم ندارم دیگه. اگه داشتم دوست پسرم نداری؟ عزیزم دیاکو هستم. بنویس آیدی تو اینجا با هم دیگه آشنا بشیم. قد آدم استرن. شاید یه دختری یه پسری. کجایی؟ من خود شمالم عزیزم. من خودم شمالم. آها شمالی. شمالم آره عزیزم. شمالم. کجایی؟ من مازندرانم عزیزم. کجای مازندران عزیزم؟ حالا دیگه مجبوری بنویسی. اصلا مگه میشه به پسر مازنی بگی نه؟ من شمال نیستم. فرقی نمیکنه، اصلا مشکلی نیست. اصلا مشکل نداریم ما. شما بنویسید فقط. من شما هر جا باشید ما تشریف بیاریم. به چه آیدی زیبایی داری شما. به حسین. من آیدی رو اینجا یادداشت کنم چون که میدونی داخل سیستم نمیتونم با چی بیام. ببینم چند تا آیدی دارم. کجا داریم؟ نه بابا هیچی نیست. هیچی داخلی صافه. سیاه هیچی نیست. ببین هیچی. ببین چشام هم سبز میخورتت. سگ داره میخورتت. چشام سبزه؟ ای وای. حالشه این بچه چی در بیاد. چشا سبزه این بچه. این پسرم چی در بیاد. چنگیزم چجوری بیاد بالا. ای زمان چشای سبز بود. کی؟ چی؟ اشکال نداره چون نکست دیگه چشای سبز بچه مطمئنن چش رنگی خواهد شد.
حالشو ببر. فرفری هم فرفری هم ببین قطعاً. ما فر حالشو ببر فرفری. دیگه. ای. سبز. این بچه رو میگم. بچه نکن داری نابودم میکنی. برو بدم بعدی. بدم بعدی بهت پیام میدم. دیاکو دلارا دلوین تمومه. آفرین دیاکو چیزی دلارا دروین. آفرین دلارا. عالیه. اسم بچه‌هامون عالیه. واقعا عالیه. من آی فایو. اوکی تمام شد. از همینجا ما دیگه تمام کردیم دیگه. اسم بچه‌م در اومد تمام شد. سنی عدده. سن یک عدده. بله 100%. سن یک عدده. من مثل یک نوجوان 14 ساله میمونم الان. از قیافم هم میتونی تشخیص بدی. ولی 24 تا سن نمونه. بیبی فیس هم بچم بیبی فیس میشه. بچه‌مون بیبی فیس میشه. حالشو ببر. بله تو هم بیبی فیسی. کی تو رو زده؟ کی تو رو ناراحت کرده؟ قولونت بگم من تو هم بیبی فیسی. مردک کاسلیس. یه کوچولو. آره حالا باش. حالا بهت پیام میدم دیگه. امشب حتما بهت پیام میدم. اصلا نگران نباش. باش. فدای تو باشم. کاری نداری؟ اول تو قطع کن. اول تو قطع کن. اول تو قطع کن. نه تو قطع عزیزم سلام قربونت برم من. حالت چطوره؟ چه لبای زیبایی دارید شما. مرسی. شما چند سالتونه؟ بابا چه سن خوبی هم داری. اسم بابا چه زیبا هستید شما. واقعا بهتون بگم الهه ایرانی کم گفتم. واقعا خیلی زیبا هستید شما. دروغ میگی. واقعا نه اینقدر دوستم لوس نکن. چیه؟ شما باید بوس بشید. چی ببخشید من لوس کنم شما رو. سلام آقای دیاکو. من نیستم عزیزم. شما کسی برنامه رو تریت کنی. شما کسی ببخشید شما نمیشناسم. شما نمیشناسید منو. شما من به خاطر نمیارم قشنگ. اصلا با من آشنا نیستی. من به خاطر نمیارم شما رو. من به خاطر نمیارم. شما کی هستید؟ سلام عزیزم. حالت چطوره؟ خوبی؟ فدای تو بشم من خوشگلم. من کجام خوشگل قربونه. اوی بوبیله باش تو. شما متولد پاییزی؟ بله. من میگم چرا من شما رو میبینم برگام میریزه. به خاطر همینه قربونت برم. من با ارسلان کاشی در ارتباط بودم. ارسلان کاشی میریختی با هم؟ بله. در ارتباط بودم باش. با دیاکو سرامیک بریز. من ارسلان کلا چون مثلا قبلا من یک سوال بپرسم از شما. من سریع بپرسم سریع برم. خب خطرناکه یه ذره. اگر بخواین شما به یک پسری ابراز علاقه کنید چی میگید بهش؟ هیچی از شما خوشم منم از شما خوشم اومده. چی بگم؟ سلام عزیزم. بابا واسه دیگه شما باز من که الان میبرم جلو همین. سلام. این قسمت نیست از پس چیه؟ دستتونید. وای بابا اصلا میدونی که من الان از مینیچت میرم میری که تو میشه باشه؟ میرم بیرون از مینیچت ویدیو تموم شد خبر بیام.
این سه دفعه تا تا سه سه نشه بازی دیگه نشه شد ها. دیگه قسمت شد دیگه با خانواده تشریف بیارم اینجوری نمیشه شما مادری پدر یه چیزی بده به زنگ بزنید مثلا هم بخیر تشریف بیارید خدا وکیلی دیگه نمیشه هرچی خدا بخواد خیلی خدا بخواد. یعنی این اولین بار این من اتفاق برای خودم من همینجوریه. افتاده 3 بار من 2 دقیقه دیگه هم باشیم دوباره میام 4 رومی هم میاد آره برو خداحافظی نمی کنم